خدمات فدرالی اجرای جزا که امور زندانهای روسیه را در اختیار دارد، با نظرداشت افزایش شماره محبوسان مسلمان و با تقاضای این طایفه محبوسان از خریدن گوشت خوک و استفاده آن در پختن غذاها در زندانها دست کشیده است. در این باره کریمینولوگ دوچنت دانشگاه دولتی حقوقشناسی اورال دانیل سرگیف در مصاحبه با سامانه لنت رو خبر داد. در این مصاحبه اختصاصی که روز 7 مارس سال 2024 نشر شد، دانیل سرگیف محقق شناخته محبوسان در روسیه در پاسخ به سوال لنت رو درباره به جدا کردن زندانهای روسیه به دو نوع، زونه‌ها یعنی محبوس‌های سیاه و محبوس‌های سرخ، و جواب می‌دهد که اولا در روسیه به دلیل افزایش شماره محبوسان مسلمانان شماره محبوس‌های سبز تا رفت می‌افزاید و زیاد شدن مسلمانان در ترکیب محبوسان به قانون‌های زندان و تا به وضع مقام به اصطلاح دزدان قانونی که در طول 10 ساله‌ها امور مخفی محبوس‌های روسیه در دست آنها قرار داشت به تاثیر نمانده است. باید شرح داد که در زندان‌هایی که به اسم رمزی زون سرخ نام برده می شود، ماموریت پره کنترل زندانیان و امور محبس را در دست خود دارد و به دزدان قانونی مجال جاری کردن قانون‌های خودشان را نمی‌دهند. در زونه‌های سیاه باشد افراد معتبر عالم جنایی به طور پنهانی محبوسان را اداره می‌کنند و رهبریت چنین زندان‌ها نفوذ زیاد در بین زندان‌ها ندارند. زونه‌های سبز باشد محبس‌های میگویند که در آنها اکثریت محبوسان را مسلمانان تشکیل میدهند. من برای نظرم که حالا قریب همه زندان‌های روسیه تا اندازه محبس سبز شدند. حتی زندان‌های مشهور مرکزی ولادیمیر یا ولادیمیرسک سنترال با سبب‌های دینی دیگر برای محبوسانش گوشت خوک نمی‌خرد. آنها از گوشت خوک با دلیل زیاد شدن محبوسان مسلمانان دست کشیدند، گفته است دانیل سرگیف. گفته می شود طبق قانونگذاری روسیه غذای محبوسان طبق دین و آیین و عنعنه‌های آنها پیش بینی نشده است. از این لحاظ با افزایش محبوسان مسلمانان این مسئله دوغ شده، حتی چندین بار سبب مناقشه بین رهبریت زندان و زندانیان مسلمان گردیده است. دانیل سرگیف میگوید زندانیان مسلمان از روی رهبریت زندانها به دادگاه‌ها شکایت کردند و از ماموریت زندانها درخواست کردند که آنها باید نه تنها با محبوسان مسلمان غذای حلال دهند، بلکه از طعامنامه همه غذاهای حرام و مخالف معیارهای اسلامی برداشته شود. جالب در آن است که در زمان شوروی چنین طلبات از سوی محبوسان دیده نمیشد. این متخصص روز بر این است که زیاد شدن محبوسان مسلمانان سبب کم نفوذ شدن رهبران گروه‌های جنایی و آبروی در گذشته تقریبا شکل‌ناپذیر خود را تا حدی از دست دادند. دزدان قانونی در زندان‌ها و عموماً در عالم جنایی شده است. سرگیف توضیح می‌دهد که طبق عنعنه‌های زندان محبوسان در آنجا به چند طبقه جدا می‌شوند، مثل بلتنی دزدان، اسرارزنان و جنایتکاران با نفوذ عالم جنایی، مژکی دهقان‌ها، نفرانی که ماموریت زندان‌ها و هم بلتنی را اطاعت می‌کنند، و دیگر کاتگوری باشد طبقه اتورجنی یا رد معرکه هستند که به این طایفه عادتاً آنها شامل می‌شوند که جنایت‌های جنسی به مثل تجاوز به ناموس محکوم شدند. طبق رسوم زندان بلتنی‌ها جاری کردند که باید هیچ کس با رد معرکه‌ها سلام و علیک و مناسبت نکند. اگر کسی از مژک‌ها و شخصان نو به زندان وارد شده با آنها مناسبت کنند، در آینده او هم به همین طایفه شامل کرده می شود. اما به گفته این استاد دانشگاه که کارشناس در این امور است، مسلمانان که قرار قاعده های بلتنایی ها را رعایت نکردند، بر اساس عرف و عادت خودشان از روی شریعت اسلام عمل کرده، چون این نفران را از دیگر زندان ها جدا می کنند. دانیل سرگیف می گوید زندانیان مسلمان به این گروه محبوسان رانده شده با دلسوزی مناسبت کرده آنها را به سر میز خود دعوت می کنند و به آنها یک جای طعام می خورند و می گویند که هر آدم بنده الله است. کسی در دنیا حق خار و ذلیل کردن بنده خدا را ندارد. وقتی که این طبقه از حمایت مسلمانان برخوردار می گردند و در مفعولهای آنها جا می یابند و با آنها شین و خیز می کنند، آهسته آهسته عقیده های آنها را قبول کرده و در نتیجه مسلمان می گردند که این باعث خشم بلتنوی ها می گردد. از همین سبب در زندان ها نزاع‌ها زیاد بین مسلمانان و بلتنوی ها صورت گرفت که در این کشمکش ها
مسلمانان غالب شدند. در زندانهای روسیه بنا به امور خدمات فدرالی اجرای جزا تقریبا 7000 شهروند تاجیکستان هدای حکم میکنند و 100 تاجیکستانی دیگر در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار دارند. بعد جنگ روسیه به ضد اوکراین هزاران محبوس را از زندانهای روسیه با وعده عفو و آزادی زودتر به جنگ بردند. 100 نفر این محبوسان از جمله دست کم 30 محبوس تاجیک در اوکراین کشته شدند.